در کابل پایتخت افغانستان مراسم دفن جنازه نایب اول رئیس این جمهوری محمد قاسمی فهیم دایر شد. مارشال فهیم روز 9 مارس در سن 57 درگذشت. رسم ودا با فهیم با حضور مقامات داخلی و خارجی در ارک ریاست جمهوری برپا شد. بعدا هزاران نفر در رسم دفن او در آرامگاه منطقه بادامباغ در کنار کابل شرکت کردند. فهیم از فرماندهان تاجیک‌های افغانستان بود که در هیئت ائتلاف شمال علیه طالبان جنگیده است. در اوکراین اعتراضگران با طلب تحریمات اتحادیه اروپا علیه روسیه راهپیمایی کردند. اعتراض در نزد دفترهای اتحادیه اروپا در کیف دایر شد. اتحادیه اروپا تهدید کرده است که در پاسخ به استقرار نیروهای روسیه در نیمجزیره کریم و پشتیبانیش از جدایی خواهان این منطقه که میخواهند کریم را به روسیه همراه کنند علیه مسکو تحریمات جاری خواهد کرد. در جمهوری تاتاریستان روسیه فعالان به نشان حمایت از تاتارهای کریم به یکپارچگی اوکراین راهپیمایی برپا کردند. روز 10 مارس در قزان یک گروه تظاهرگران تاتار رایپرسی روز 16 مارس در کریم با هدف به روسیه همراه کردن این ولایت را محکوم کرد. تاتارهای کریم شدیداً مخالف سیاست حاکمان رو به روسیه این منطقه به منظوری از اوکراین کندن و به روسیه پیوستن کریم میباشند. در گرجستان ساختارنشان‌ها بار دیگر در روبروی شهرداری تفلیس با طلب استعفای رهبر مقامات اضطراری پایتخت تیمور گیورگادزه تظاهرات کردند. ساختارنشان‌ها که یک ماه باز اعتراض دارند گیورگادزه را به فساد عیبدار می‌کنند. شهرداری تفلیس از گیورگادزه حمایت کرده از ساختارنشان‌ها خواسته است که به مذاکرات بنشینند. در بلاروس فعال مخالف ولادیمیر یارومینک بعد 3 ماه از محبس رها شد. او با جرم سرپیچی از رعایت شرط تحت نظارت پلیس باقی ماندنش به زندان رفته بود. این عضو 23 ساله سازمان ثبت نام نشده جبهه جوانان برای شرکت در اعتراضهای پسا انتخاباتی سال 2010 به 6 سال زندان محکوم شده بعد 3 سال بر اساس قانون عفو شرطاً آزاد شد. در تاجیکستان مشق‌های نهادهای اضطراری و نظامی در منطقه کولاب برپا شد. چون این مشق‌ها بار اول در این منطقه دایر می‌شوند. کولاب یک مسیر عمده قاچاقبران مواد مخدر افغانی به حساب می‌رود.